برای تو شده اینقدر آدم جانش را به خطر گذاشت. با کافرها دست به گریبان شد. اما تو چیکار کردی؟ آن جاسوس کافرها را که ما جزا دادیم نجات دادی. حضرتم، من دکترم، قسم خوردم کسی که نباشد او را نجات بدم. یک قسم از دکتر که ما برای کار الله میخوریم. دیگر قسم ها همش تفسد است. گوش کن دکتر، من تو میگویم که اگر مرده آن جاسوس از اینجا نبراید ما تو را همچون کافر حساب میکنیم. این گفته های مرا فراموش نکن. اکنون چیکار میکنید؟ با آنها تسلیم نمیشم. از یک طرف چیزی، از طرف دیگر عبدالله. هر دوستان با من فشار بیارن میفهمید. یعنی چیزی تا دانسته بعد نمیدهم. شاید فکر میکنم آنها برابر کار میکنم. مرا دستگیر کردن چیزی با آزاد کردن عبدالله همش از روی نقشه بود. آنها میخواهند که ساکت بمیرد و من با عبدالله مانم. در این شب حالا چی باید کرد؟ خودم رو سکت کردم بازیم. یلم از آن حجات را البته چیتین حتما باید بیرم. دیدم کار دیلم شو بسادم میخواهم. بابر کجا؟ کجا بوده؟ در کجا خواطر شدم با ترکمندان؟ در کجا بوده؟ در کجا بوده خواطر شدم با ترکمندان؟ در از تو کجا بوده سینان؟ در وقتی عملیات کجا گم شده رفتی؟ سینان؟ ها؟ غیر از این مردم از کجا فهمیدن که ما باید همه رویم؟ چرا از من میپرسه که من در کجا بودم؟ من از کجا دانم که آنها چطور خبردار شدم؟ اغلب را در جای از گذار باتم. در کجا بودم؟ تو مرا گناهگار کردن نتوانی. گوش کن باتن. بهترش آدم در این گپ زدن را یاد گیر. تو مرا فهمیدی؟ من گوسفند نیستم. خبر افسانه نخور سینان. کجا بودی؟ شما دیوانه شدید. من به شما خبر داده بودم که زود به نقطه ای که بیاید. سینان باید از قماندان رو برون شدم. قبل همه مرده است. چرا زیر دادم شما تو نآمدی؟ سلیمه در کجاست؟ با شما نبود؟ نه، او اینجا ماند. به خدا در اینجا هم نیست. یا که تلفنی ندیده باشد. نه تلفن در جوش. تو این کارا نمیکنم. ببینیم سلیمه در کجا بودی؟ خوابم بودم و دست بودم.
حلیمه، من امروز اکرد را دیدم. خودت دیدی او چکین پرون. این رو هم خودت میدونی. میدانم اما امروز از پیش من آمد. زنده و سلامت. به نظرت نموده است. زلیخا با خدای دخترم نترس دخترم هیچ کس نیست نمیجوی خدا بیتر خوبانی با دیدم ریزا اومد منو بخی رو پروندن میخواست ریزا کنیم با شما نزدیک نمیشود یادنات او رو برده و نظارت خانه محکم کرد زلیخا نترس ریزا اکنون به شما تغیر نمیرساند خدا اون ریزا رو دیدم پدری بخی رو دیدم اون رو دیدم دنیا بسرم افتاد غیرتم نمیشد پدری بخی رو دیدی؟ اون محسینم بود یکم رو فهمیدم چنان بودی؟ قربانتون شدم و بیترم میگوی مریش نمیگویم دخترم مسجد فلانی رو با دلسون می سپاره با او گوید که تیار شود سردارم فقط دیهای فلانی ناسیج است معلم صادق را عذاب داده یفته برنامه ما را دوست نمی دارم حالا همین کارگوی جبار این کار را هم حل میکنیم مسجد را گرفته چه کار میکنه مهم این که خوف به ما میل کند هرگاه مردمی دهه فلانی را به مسجد جمع کرده و آنها نوار جاسوس بودن معلم صادق را نمایش میدیم
و به خلق جاسوس بودن صادق را اثبات میکنیم که خلق به ما باور کرده از اطاعتمان نبراید. فهمیدم. من سردار، شما خواهید نشوید، به حرام میگیریم. از پس دکتر نگارت کن. اگر صادق صحت شود به من خبر ده. و چشم. خوب است؟ خوب. خطر پاسی سر شد. خدا شکر. خدایا شکر. خدا خواهد زود صحت می شود. میشود. خدا شما روزی باشد. آقای دکتر، پدرم روزی در نتوانم. اگر از آن کمی استراحت کند بدرم میدونم. شنید بچه ها. شنید. بالان در بازنه برش. Yılmaz, araki olayı rızıdan olurdu. Aldor o hamciyeten bana rozu mi şarap? Maylaş, ama bavari ne doğran ki diyor ya. Az uçurum ediyor ya. Yakın müşkili doğran. Tanırası? Az ince yoraftan ne kahat? Rav kızgın. Deyir şu. Padara tuğun kızınız. Boman bozulak mardum. Tamami dünya ne kadar ki tuvaru ders mi dori? Tıklar sevmedi. Diğer kimi koyi? من خودم با تو بریختم میخورم. یومد گفتی بچه هم میروی. تمام همراه میرویم من؟ میبخشی کزون. من تنها میروم. تو در اینجا میمانی. و مثل دوستای پدرم با یکان جوانی بایی میروم. راو کزون. اکنون مرا فراموش کن. فهمیدی؟ اما دو من فهمیدم. تو همیشه قهرمان‌های فیلم برای عبدو کفیدنم دوست نمی‌داری عبدو؟ باباتون ممکن دفعم را تمام کنم. تصور کن که من در حیاتم تماما نبودم. یا اینکه چرا من با تو برای دختری فرجان به خبرکش عاشق شدم؟ من کور بودم. نه عقلم با سرم آمد. همهاش رو فهمیدی رو بکنون. دیگر از پسی من نگم. رو که بام به خونه‌تون رو. خدایا توبه. نکردم. که خوی همشم کن. دوباره تو در برم نبینم. دایر Kızım, para baba. Padaratını nasıl ediyor? Ben de İlhan'la Turo çizim nikah. Ya beni de götür. Babam bari ahmak ona da hayırla nasıl olur? Ya sen de gitme. Ya beni de götür. O tarafta. O da bu kolay bir hayır kuş kadar barov ne barov ya. Ya sen de یعنی رئیس آقا رو پیش کردن. بعد چی شد نمیدانم اما واقعه همین است. سلام علیکم سلام. بخیر. آقای حمید سلام آقا شدم. فکر میکنم امام صادق رو زود به جای دخل بردن رسید. چون که آدمانی عبدالله اسبت نشستن. یلماز او را اینجا آرد میشود. مایلش. تو چی میگویی بیشترم؟ تو چی میگویی؟ تشکر من که به کار دارم آقا حمید. میخواهم واسطین امانتم را گیرم. دیگر گریختن بس است. خدا خودش کمک میکند. انشالله. بعد از این حادثه مگر از امر شما میبرایم حضرتان. و دکتر درسی خوب بوده.
از ایمان صادق هم خلاص شدیم. نوار را به اهل دهن نمایش دهید. دهه کلانجی از شما می شود. مبارک شود. دیگر با اون دکتر مرا روبرو نکن. بله. حضرت فهمیدم که دکتر صادق را سرد کرده است. آدم ها را جمع کن. فردا روز دکتر را نندماز، چون که او کافر و جاسوس بودنش را اثبات کرد. با قرار شورا قتلش موجب است. یعنی پراکنده داره سوزان دکتری کافر را پیدا کنه. اکنون چیکار میکنی؟ دعا کنید همش کنه شود. از چه که مذاکره دوست نمیاره. آقای دکتر اصلا تو در اینجا چیکار میکنی؟ امروز بر اومدنم به نکته تیوی رفتم. اگر خیر و خوش کنی بینم آدمای سیاه‌پوش عبدالله شما را میکوبند. چی؟ عبدالله دنبالت خوب بودن. تو با من اصلا درکن میخوایی. حالا رفتن از اون تماما فراموش کن. نمیدارش. آقای دکتر آدم از بچه من بیارم. یا بیشتر آقا جبار آقا جبار برای انتظار شده. زود باشی. دکتر برا بیارون برا. بخیر است؟ چرا اینقدر داد میزنید؟ خودتون را مسلمان حقیقی میگیرید. مگر در دین اسلام همین خیل به خانه بیمار در آمدن روا است؟ در اسلام ندهو بهتر از کوی که آفیسری کافر از کجا؟ دخترم روزانه در خانه نمیشینم. دکتر طبی رو بینید. روز که نیستن وقت مرا نگیرو گفتن کابه همه دارم کابه. بهودا میکوبه اصلا نیستم. باری مرا پسرم ندیه. سالهای دراز مرا فریب کرده. من اما شما بعد از خبرم انتقامم را میگیرم. او را البته یافته میکشم. فهمیده؟ میکشم و کشتنش حضور مییابم. این خیلی بهترم. من با تو چکم میگوستم که مادر در شلوغ دور است. برای خطا نرد. سهم بدت مادر است. ویش کن که بعد پشیمان میشدی. بله میرویم. اکنون شما هم برای من مرده اید. باری سلام باری بهوده میکوبه او که از اینجا رفته است. آقای جبار سردارم خلانی رو گیرید. شما رو هم با اون دور میکنم. دکتر رو هم بیارم گفت. دکتر نیست گریخته است.
از خودتون بیایید. ناکده با پلانی میروه. برو چرا تو با عقلی پس چرا از پس آنها میگردی؟ دین میگویم، ایمان میگویم، اما نماز را در وقتش نمیخونم. طاهر مگر دوستی تو نیست؟ پس چرا با دشمنان او میگردی؟ نمیفهمم. خدا جان یک نشوید. آقای طاهر را خدا نگه داشت. البته نگاه داشت. اگر خدا نگاه نمیداشت حالا او زنده نمیبود. میترسم که این بلای سیاه باز از پسش نشود. در روی مزین نفسونه ما آدمان را بیرام نشان میکنم. خدای جان چه شد؟ حرفانی رفت. انشاءالله آقای دکتر را جسمانی کنم. تشکر پسرم. خدای جان یک دقیقه از شما چیز رو پرسم. شما قیزبان را ندیدید؟ نه به خدا ندیدم. بخیر بخیر همینجا یک پرسیدم. خدا شما را جسمانی. دکتر تو چیکار میکنی؟ دیگر اساس به شما نمیبرویم پدر. شما مردید میمیرم. فهمیدم که در دنیا غیر شما دیگر صاحب ندارم. دیدی؟ اما تو دیروز مرا شرمنده کردی. چقدر آگاه کرده بودم که فردا آدم نمیشود. راست دختری بی عقل من گفته بودم. راست گفتم دید پدر. نیست. نیست. تو دختری رئیس او باشد توپان. توپان راست گفتید پدر. راست گفتید. اما دخترش کرد که خودش با من برابر میکند. آفرین عقلت در آمده. اکنون که با من یک چای جمع کن. لازم در نمیدمید. دختر با چی گفتم؟ با تو میگویم که یک چای جمع کن. من نیستم. خیریت کار الدا هم با همین تمام شد. ابلهی به ناموس یه روزان را با پول کی به تو گذرانیده. تو ما را فیره داده احمق کردی ها؟ تو خودت کسی که حق ما را نمیدی هم میگویی ها؟ یکی باید من شده ندارم اونها را سرد کردم. احمق بی عقل از پول عرق پیشانیت میگیری. ما این پولها را از دینیت کشیده میگیریم. خدا شهدهتون راست نیست. ترسان بودم. پول نداشتم. نباشد این کار را نمیکردم. حالا چنان به قرض میگویی که فقط پوستت بسنده است.
الو بوتان گوش بپرچتی تو چی میگویی؟ نمیفهمم. وقت صرف نکرده حرکت کنید خوب میشود. اینش را کشد، اینش را باید طلایی بشنم. سینون سینون در کجایی؟ نمیبینی باتن کتاب خونده ایستادم. با سواد شدنیم، یعنی عقلم را زیاد کرده ایستادم. عبدالله پلنگری را گرفت از تو کتاب میخوانی سینون. اگر زود عمل نکنیم دیگه از دستمون میرود. بغیر از ما هیچ کس آنجا را گرفتن نمیتواند. زود آماده شوید، میرویم. از این کتاب هیچ چیز را نفهمیدم. برادران، تا این وقت ما او را امام گفته حرمت میکردیم. فهمیدیم که در اصل او کافر بوده است. هیچ خطای او را ندیدیم. از کجا دانیم؟ شاید شما با او تهمت میکنید. نظر کنید، روی اصلی معلم صادق را میبینید. دکتر باید معلوم میشود که برای تسلیم شدن آمدی دکتر. میخواهم همش زودتر تمام شود. اکنون دیگر نمیگریزی ها؟ خوبه. تازه
نگاه باش. گپ زنیم. اگر یکان حرکتی به جا کنی این دفعه میموری و پیش. تو چیکار میکنی دکتر؟ نباید این کار را میکردی. اگر ما را کشی تو هم بمیری. سب سفر بود. خودم زهر تیار کرده دستت را زهرآلود کردم. نبایش در دست من است. تیار کردنش وقتی زیادم را گرفت. اگر خودی حاضر با من ورقی اینجا کردم و نوارودی دوایش رو میدیم. زهر رو میدیم چطور؟ میخواهی با فریب از من رهایی یابی؟ چطور که گرفت کردم؟ مثلا کمی بعدتر از پشت سرت یک درد سر بشود. سر نشود میموری. 10 9 8 نشانه های اول است. آلتر او را بنده شما این طور استفاده بردن میتوانید. برای پسرت خواطر نشم. تا که بیاید و او گفت میزند. او را دیگر دسترسی آنها نمیماند. خواطر نشم. قربانتان شوم که نان پدری بحری بودنش را نفهمد. میترسم که باز بحری را از من نگیرد. کمی شوربا پختم. برات نمانده میخوریم نه؟ خدا از شما راضی باشد. از همه‌مان دخترم. تو اصلا خواطر نشم. تو را تنها نمیگذارید. از شما می‌ندارم خاله جان. نمیدونم این خوبی هایتان را چه برگردونم. یگان چیز لازم شود ما در نقطه تیپی خبر به یک زود می‌آییم. تشکر. خدا می‌خواهد. خدا نگهبانت دخترم. خدا جان. خدا نگهبانت. سرداران فلانی رو گیرید. شما را هم با آن ببرید. یعنی بحری پسر سینما؟ بله دخترم. من حیران نشدم. چرا به من مثل دشمن نگاه میکنید؟
سالها این ملت را فریب دادند. من در اصل معلم نیستم، امام هم نیستم، بلکه جاسوسی دولت کافرهایم. من جاسوس برادرها، ما هم باور نکردیم، اما راست است. امام صادق جاسوس دولت کافرها و او کافر است. گوش کنید، سالها او شما را به طهارت امامی کرده است. بهترش نمازهایتان را قضا خوانید، چون که قبول نشده است. برادرها، با شما امامی نباوردم. بیا درسون مثل صادق دروغگوی نیست. اکنون براحت نمازتان را خوانید. برادرها، این جوانی که میبینید یک کافره که گریختن میخواست پرونده به جهنم فرستاد. هر بادامی الله نامه الله را بالا نده. الله اکبر، الله Ya será Abdullah ne karona. Evet. Pato mi vida. La cuestión.
کارهایی که پسیمانی بیاورن نکن. از کجا برآمدی؟ خدایا هیچ چیز را نمیفهمم. من خوبم اما حالی او خوب نیست. کاری ما به این زن چی؟ دیرهایمان تمام می شود. آنها تقریم نبودن بریختنم راضی. این زن حیاتم را نجات داد. اکل کمک کن اکل کمک کن. من نکنم بایدم اینها شهید شدن و جنت میروند، اما این کافرها البته به جهنم میافتند. ما انتقام شهیدانمان را میگیریم. شهیدان نمیمیرند برادران، آنها اصلا نمیمیرند. گروه را جمع کنید و کافر را حمله نکنید. مادر رو دوزیدن پایین ها، من رو هم برید همشون رو میکشم. این جوان را شنیدید؟ همه حاضر شوند. از پسشان یک نفر را فرستاده جایشان را انیق کنید. اطاعت حضرت. با من چی شد دکتر؟ زهر به دوره دویم گذشت. در دانشگاه با مشاهده داده بودیم. آن موضوع با جا موزن شدیم. بودم پایم یکی از نزدیکان را داشته آنم. بعد میبینم چیل براحت گپ میکنیم. فکر میکنم با آنها سرگردانه شده حجت ها را به من دیگه خیلی خوب میشود. وقت خیلی کم است. بخیر است انشاءالله. چی باشد؟ تازه
بزرگ و پیش Aldor, من میخوشم. برای چی آوازت را نبرآوردی Aldor؟ من از کجا دونم که شما میترسید؟ آخر اینجا جای بیخطر است. Aldor, بیا در و شکمت را تیز کن. نه، اشتباه ندارم. تشکر خدای جناب. از توجیر و مایگان خبر آوردی؟ نه، نوازم. خداش کمک کن. آمین. بسیار خواطرم. کاش به این خیلی کار دست نمیزد. خواطر نشوید. او همه چیز را فکر کردم. مرا هم در نقطه طبی تنها نگذاشت. راحت باشید. آقای طاهر میداند چیکار کنم. مایلش، من میروم. خودتون رو احتیاط کنید. با دقت باشید. تشکر کنم. Aldor. اکنون حال شما چی میشود؟ به خدا نمیدانم. پیزبان را انجام دارم. من اکنون میروم. در پناه خدا باشم. فکر میکنی که تو بخاخری. زود در کجا بودنشان را گوی. وگرنه میموری. TH Production Sojikun Holiday و سوژه‌سیما تقدیم می‌کند. درخشان‌ترین لحظه‌ها با ستاره‌های استرادای تاجیک، شهرام ابوبکر، جونی بیک مرادات، گروه فرزین، نگار خواب، سرودخواه، بهداشت 84، تدریس نجمدین، شبنم صابری، ماستر اسماعیل، فیروزه حفیظ‌آباد، مهمان‌ها از افغانستان، گروه مینارت. سلام علیکم با کل مردم تلفن. میناداری که صدای میاد؟ همه شما رو تمام کشوری که تمام دارم. همتون یادداشت. نوروز تیتورا عظیمی، بهادر رفیق، جانی بن، سربینوز یوسفی، رمضان، مومیدین، کامل جان ظریفه، بابلوی حبیب‌الله، خیامی مردان، صادق نصری، نوروز مرزا، شرف قربان و خودگفته اسامیدین. نوروز بهترین روز. در لوحیه نوی منصور نیگمتов. روزهای نزدیک. زنهای دلگیر کننده را با سرودهای نو عوض نمود. همیشه تو رو در تنهایی بیاد می‌آورد که چگونه با هم دیگر کناری هم همون استعاریایی منمون مجنون میخوام تو سترم من از دم و از جون جدایی آمد و عمرم خدا شد مهدی گل برجان مهدی وفارا تو بیا با من میمان منم عاشقت بیدار از شیرینی دل را ببر عزیزم کی از تو میگریزم بسوزم و خاموشم از دیدار دل نوازی میکنی آهنگی پیدا کنی اکا جان شما خود اکا لطیفی سیراهای تقدیم. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.